فتوشاپ کار بازاری بشیم، یعنی یه فتوشاپ کاری بشیم، یه طراحی بشیم که کاسبی بلد. برای خودمون یه مغازه یا یه حوزه داخل بازار فرض کنیم که مشتری میان و میرن. کاسبی توی حالا مثلا بازار با کاسبی توی فتوشاپ و طراحی یه ذره ما فرق داره. شما یه مشتری دارید، ازتون یه طرحی میخواد و تو فرص زمانی بهش تحویل بدید. اون طرحی که میزه باب سلیقش باشه. اگه نمیتونید طراحی انجام بدید، بعد چه کارهایی بلد باشی که نذارید مشتری بره پیش کسی دیگه. چون مشتری پیش کسی دیگه قطعا کار بعدیش هم میده همون واسش انجام میده. تعرفه که برای کارتون مشخص میکنی یا اون مبلغی که میخواد با مشتری کار شروع بکنید بعد چقدر باشه که مشتریتون راضی باشه اصلا کار به شما بده. حالا من میخوام یه سری ویدیو آماده بکنم در رابطه با همین فتوشاپ بازاریه. نه اینکه بخوام بیام اصول بازاریابی یا حالا مثلا تو کار طراحی یا حالا گرافیستا اینا بخوام توضیح بدم. نه، فقط میخوام در مورد تجربیاتی که تو این 5 یا 6 سالی که داشتم کار انجام میدادم و بیام در قالب یه سری ویدیو به شما هم یاد بدم. بعد حالا یه سری ویدیو دیگه هم که دارم میگیرم در رابطه با همین که مشتری که همین الان دارم باشون کار میکنم، چیزایی که از من میخوام براشون انجام بدم، میخوام به صورت ویدیو نشون بدم. پس اگه دوست دارید، علاقه دارید به نرم افزار فتوشاپ، میخواد حالا یه مقدار از اون سیستم یادگیریش خارج بشید، برید به سمت مدل بازاری کار کردنش، پس ویدیو من حتما دنبال بکنید. دوستانی هم هستن که تازه با نرم افزار فتوشاپ آشنا شدن یا اصلا آشناییتی ندارن ولی میخوان وارد این بازار بشن، نمیدونن بعد چیکار کنن. دوره‌های زیادی از پکیج‌های زیادی داره فروخته میشه ولی شاید ساعت‌ها بشینن پای نرم افزار، اون چیزی که میخوان دل نرم افزار یاد بگیرن یاد نگیرن. من 3 تا ویدیو اولم که میخوام بذارم داخل چنلم، میخوام فقط آموزش ابزارهای طلایی فتوشاپ. ابزار طلایی فتوشاپ یعنی چی؟ یعنی اون ابزارهایی که 100% به کار شما میان. فتوشاپ خیلی ابزار داره، پلاگین داره، تنظیمات خیلی عجیب غریبی داره ولی همش به کار مثلا یه طراحی که تازه میخواد شروع بکنه نمیادش. پس اگه دوست داری فتوشاپ هم یاد بگیری، 3 تا ویدیو اول منو دنبال بکنی. بعد این 3 تا ویدیو فقط میخوام نمونه کارا با سفارشات مشتریامو تو قالب ویدیو برای شما بزنم دیگه. بریم که با هم دیگه شروع کنیم. خب وارد محیط فتوشاپ بشیم. اگه رو سیستم تو فتوشاپ نصب نداری یا بلد نیستید که کدوم نسخه رو باید نصب بکنید که به کارتون میاد، یه سرچ میتونید داخل گوگل بزنید. من سعی میکنم ویدیو جلوتر حتما آموزش نصب فتوشاپ رو براتون بذارم. این داخل نرم افزار فتوشاپ اولین صفحه که شما باش روبرو میشید وقتی باز میکنید، اگه پروژه قبل داشته باشید که بهتون نشون میده، اگه نداشته باشید که همچین صفحه‌ایه. شما ایجاد پروژه جدید رو میزنید، یه همچین باکسی این پنجره براتون باز میشه. میخوایم شروع بکنیم یه پروژه رو با هم دیگه استارت بزنیم. برای شروعش باید حتما مشخص کنیم که این پروژه ما چه سایزی داره، چه ابعادی داره. کار چاپیه یا کار دیجیتاله، ادیت عکس، برای لوگوه، گرایش ها مختلف داره فتوشاپ. این قسمت میتونید کاستومایز بکنید به اصطلاح، خودتون بیاد یه سانتی یه ابعاد اندازه مشخص بکنید. یعنی این کارتون دیجیتاله. این نکته‌هایی که دارم میگم من همه قسمت‌های این فتوشاپ رو نمیخوام توضیح بدم. گفتم هدفم اینه که قسمت‌های طلایی فتوشاپ، اون ابزارهای طلایی شما من بهتون آموزش بدم. بقیه قسمت‌ها شما توی مثلا کار با نرم افزار فتوشاپ کار مختلفی رو میگیری باش آشنا میشید، خودتون سرچ میکنید، به مرور هی جای مختلف کلیک میکنید، تازه متوجه میشید که چه چیزای دیگه داره. ولی برای شروعش فقط باید ابزار طلاییشو یاد بگیرید. اوکی. این قسمت شما میتونید طول و عرض کارتون مشخص کنید. من میخوام یه پست اینستاگرام درست کنم. یه سری ابعاد اندازه استاندارد هست، داخل اینترنت هم سرچ کنید میاد. مثلا برای پست‌های اینستاگرام 1080 تا 1080. این قسمت رزولوشن کارتون مشخص میکنید. 2 تا رزولوشن طلایی داریم، 372. اینو عدد حتی تو ذهنتون باشه. 300 برای همه کارهای دیجیتال استفاده کنید که کیفیت کار، کوالیتی کار بالا در بیاره. 72 برای کار چاپی سایز بزرگ. مثلا شما یه استند درست کردید، یه بنر میخواید طراحی کنید، یه بیلبورد میخواید طراحی کنید، اگه 300 بذارید خیلی حجم میگیره براتون. مثلا اون 72 بذارید. پیکسل در اینچ همیشه باشه. پیکسل در سانتی متر میاد واحد پیکسل رو تو اینچ تقسیم میکنه، واحد پیکسل رو تو سانتی متر تقسیم میکنه. خب اگه تو پیکسل در سانتی متر بذارید اوکیه، ولی حجم کارتون رو زیاد میکنه. کالر مود
RGB کالر دو تا خیلی مود مختلف هستش، 5 تا تقریبا داره. شما این دو تا رو کار داشته باشید. من برای کار چاپی از CMYK استفاده میکنم. هر کار چاپی که دارید میزنید، که میگم هر کار چاپی، نه پرینت معمولی که میخواد برید بیرون انجام بدید، نه دستگاه پرینتری که داخل خونتون دارید، این نیازی CMYK باشه، همون RGB اوکیه. ولی اگه مثلا میخوای کار چاپی بفرستید برای چاپخونه، حتما CMYK باشه. خب حالا یه سری واحد اندازه‌گیری داره فتوشاپ برای کار دیجیتال، کاری که تحت وب، سوشال مدیا اینو میخواد انجام بشه، از همون واحد پیکسل استفاده کنیم. اوکی. دو تا واحد دیگه هم داریم، سانتیمتر و میلیمتر. کار چاپیتون رو میتونید به سانتیمتر یا میلیمتر بذارید. این دیگه دل بخواه خودتون با هر کدومش که راحته. یه کار سایز بزرگ و مثل چاپ بنر و اینجور چیزا هم سانتیمتر بذارید بهتره. من پیکسل میذارم، یه کریت میذارم و به این موضوع. یه همچین صفحه‌ای واسه اولی ما راحتون شاید باز بشه. وقتی ابعاد اندازه میدید، واسه اولی ما یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. چند تا قسمت مهم داره. یکی نوار ابزار اصلی داره، منوی اصلی فتوشاپ این بالا است که فایل شروع میشه تا هل. این ابزارهای فتوشاپ. این قسمت هم که پلاگینا یا پنجرهایی که مرتبط با همین قسمت هم هستش اینجا براتون باز میکنه. شما میتونید پنجره که این قسمت هستش رو ببندید، باز کنید، دستتون بازه و برای خودتون اون مدلی که راحت تری رو درست بکنید. این من میبندم. خب فقط صفحه لاگر رو داشت. اگه چیزی اینجا نداشتید یا اگه زیاد پنجره داشتید، میتونید همشون رو ببندید، دونه دونه از قسمت ویندو اینا هر کدوم تیکشو بزنید براتون باز میکنه. جاهاشو میتونید عوض کنید. این هر قسمتی من درگ بکنم از این بالای نواره شما منصوبه هر جا بذاریم براتون باز میشه. اوکیه. یعنی اگه چیزی هم پاک کردی دستتون رو پاک شد، اصلا خودتون استرس نرید. اوکی چیزی نیستش. من هر قسمتی که میخوام باش کار بکنم اونجا رو توضیح میدم. یعنی اضافه بر اون نمیخوام چیزی به شما بگم که خیلی پیچیده بشه. این صفحه سفید ما، اگه این قسمت فتوشاپتون میبینید سری اعداد ارقام اینجا نوشته، این هم خطکش کار ما. اگه براتون این قسمت وجود نداشت، قسمت ویو اینو تیکش رو روشن کن، رولرز. من یه سری اصطلاحات اشتباه میگم دیگه با بازاری خودتون ببخشید. زبانم خوب نیست، قول میدم که بعدا روش کار بکنم. این خطکشا چجوری کار میکنن؟ شما اگه موستون میاد روی این قسمت درگ کنید، هر جا بذارید خطکشتون کشیده میشه. میبینید من دارم چجوری میتونم خاموش روشنشون بکنم دیگه؟ نیام از این قسمت اینه هر دفعه تیکشو خاموش. میبینید اصلا کلی میانبرش هم نوشته کنترل آر. این قسمت خطکشاتون رو با کنترل آر خاموش روشن. حالا چجوری خود این خطکشا رو سفر رو چجوری خاموش روشن کنم؟ پاک نکنم و خاموش روشن کنم. کنترل اچ. یک اوکی. اینا پس تو ذهنتون داشته باشید. حالا یه جا یادداشت بکنید. به خاطر ریز طلاییه، خیلی به کارتون میاد جلوتر. اوکی. خطکش برای چی استفاده میشه؟ این خطکش میذاره که شما باکستون دقیقاً همون جایی که همون فضایی که براش در نظر گرفتید اعمال بشه. یه تبصره. من الان دارم چیکار میکنم که یه چیزی وقتی مثلا میسازم سریع پاکش میکنم، کنترل زد رو میزنم یه دو مرحله برمیگردم عقب. اوکی. این دیفالت همه نرم افزارها هست. کنترل زد. کنترل زد هم تو نسخه های پایین‌تر باید یه مرحله که کنترل زد بزنی، مثلا من اینو گذاشتم یه مرحله کنترل زد بزنی یه مرحله برمیگرده عقب. اگه دوباره کنترل زد بزنی تو نسخه های پایین‌تر یه مرحله برمیگرده جلو. یعنی کنترل زد این مثلا کامل کار نمیکنه. خب برای شروع فتوشاپ به نظر من همین فعلا کافیه. یه دونه پروژه بسازید، خطکشتون رو فعال بکنید، با خطکشه بتونید راحت کار بکنید. همین کلیدی میانبری که بهتون گفتم، همینا رو هی باش کار بکنید، مدام تمرین بکنید. یه خورده که دستتون راه افتاد بیاد ویدیو بعدی رو ببینید که با ویدیو بعدی میخوایم تایپوگرافی رو بهتون یاد بدم که تسلطتون رو تایپ هم اوکی بشه. یه سری کلید میانبر داره، اونا ما کار میکنیم که جلوتر که بریم بتونیم راحت پروژه با هم بزنیم دیگه. اگه دوست داشتید چنل من حالا ویدیو شروع من بودش، حتما نظرتون برام بنویسید.
خیلی برام ارزش داره که بتونم واسه ویدیوهای بعدی هم از نظرات شما استفاده بکنم دیگه. خیلی ممنونم. فعلا